یعنی من قربون آدمایی که حسود نیستن برم. چرا؟ یه آرامشی دارن اصلا عجیب. میری بهش میگی بابا فلانی خیلی پیشرفت کرد، میگه خدا رو شکر، یه لبخند میزنه میگه الهی بیشتر پیشرفت کنه، اون بره بالا ما پوزشو بدیم، اعتبار ما میاد بالا، رفیقامون پیشرفت کنن. برعکسش آدم حسود، تو یه حسودو بگیر ببر بهترین نقطه بهشت، اینقدر سرش تو کار این و اونه، میگه چرا فلانی اینجاست، فقط من باید اینجا باشم. میتونه بهشت و جهنم کنه واسه خودش و بقیه. میگه نمک خوردند نمکدان را رو بودند، چه حرفایی که پشت ما سرودند. ببین ما را که آسوده نشستیم و آنها بیقرارند چون حسودند. اگه آرامش میخواید تو زندگیتون، هم از آدمای حسود دوری کنید، هم خودتون حسود نباشید. آره.